من برخورد کرد یک دزدی. دزد شروع کرد ازدلابه کردن که من زن و بچه دارم، زندگی، آب، برق، تلفن، خب اینا همه ما هم داریم اینا رو. گفتش این که از ما بخوای بگیری پول 2 روزت میشه، چیز زیادی نداریم، بیا من یک گنجی بهت راهنمایی کنم که همه عمر خیالت راحت بشه. گفت حرف حسابی. گفت یه آیه است از قرآن که می‌فرماید اصلا به اون چی که وعده داده شده است که روزی شما در آسمانه. گفتن اون دوز یه نعره زد، اینو قورت داد، هضم کرد، نازل شد این آیه براش، سر به بیابون گذاشت رفت. فهمید اگر جامعه بشری همین امروز همین یه دونه آیه رو بفهمه، تمام مشکلات عالم حل میشه. تمام نزاعی که در دنیا هست و در داخل و خارج و هر چی که مشکلات هست در عالم مال همین یک کلمه است که ما قبول نداریم که روزی ما دست خداست.